خندتون از روی تمسخر بود فهمیدم. عزیزان یک سری قوانین در طبیعت وجود داره که نانوشته است اما واقعیه. من عرض میکنم شما یه آدم پولدار رو برو صبح تا شب مسخرش کن اگه پولدار شدی، اما کافیه به یک کچل فقط یه لبخند بزنی، خدا شاهده 2 ماه نشده کاملا تاس میشه. یکی از دوستا حرف قشنگی میزد، فکر کنم آقای کامران تفتی بود که این الان پشت صحنه دیدمش، به افتخارش این دست خیلی قشنگ بزنید. یکی از نازنینانه میگو اگه دقت کرده باشی دختر هر چقدر که زشتره صداش نازداره، مخصوصا اونایی که منشیان. دیدی تلفن جواب الو میری اونجا میبینی دراکولا نشسته باشه، آدم همینجوری این چیه اون چیه. دیدی خیلی قوانین برعکس عمل میکنه ها. یه اکیپ دختر دارن میرن چند نفری، یه پسر یه تیکه بهشون میداده زشتره نشون جواب میده کثافت بیشور، اون همه خوش اینا هیچ چی نمیگه، این میگه. اینا قوانین نانوشته است. شما نگاه کنید عزیزان، در خصوص این قوانین تا صبح هم بگم تموم نمیشه. زمانی که بارون میباره شما دهنتو اندازه تمساح وا میکنی، یه قطره بارون تو دهنت نمیافته، اما کافیه با یه نفر رو در رو صحبت کنی و یه قطره از بزاق دهنش پرت بشه مستقیم تو لوز المعدت میشه. حالا هی مسخره میگم دستا کجا؟